مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی تفصیلات چگونه در روسیه کشته شدن یک مهاجر تاجیک را نقل کرد و خبر داد که متاسفانه بهرام علیقلوف از دهه کشتودک جماعت یاری پنجکند را ماه مارت سال 2021 در ملک مسافری همدیگان خودش برادران صاحب نظر و جوانبک یوسپوف که مثل او در مهاجرت کاری قرار داشتند با یک بیرحمی مخصوص کشتند. سبب علیقلوف را کشتن و حتی گلوی او را بریدن برادران یوسپوف بنا به خلاصه تفتیشات بحث آنها بر سر ابیکت‌های کاری در بوستانسرای‌های پاروس و لیسنوی شده است. 28 مارت سال 2021 در کنار راه موشنگرد خطکووا دیمیترووا در دهه نوژلتیکووا در نزدیکی شهر سرگیف پسد در ولایت مسکو روسیه جسد شهروند تاجیکستان علیقلوف بهرام رحیموویچ سال تولدش 1978 ساکن دهه کشتودک جماعت یوری شهر پنجکند در داخل بورخلطه با گلوی بریده و دیگر علامت‌های مرگ مجبوری در بدنش شیوع شد. مقامات حفظ حقوق سرگیف پسد در رابطه بین السه بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. جنازه بهرام علیقلوف را نزدیکانش به تاجیکستان برده در کشتودک به خاک سپردند. غلام علیقلوف برادر بهرام علیقلوف میگوید که او 22 سال باز پای هم هر سال به مردکاری میرفت و در نهایت در مسافرت جان به حق تسلیم کرد. 22 سال باز به مهاجرت کاری میرفت، به یگان کس ضررش نرسیده بود، برعکس اگر دستش می اومد به همه یاردم میداد. مقامات تفتیشات روسیه گمانبر شوندگان در کشتار بیرحمانه بهرام علیقلوف زود معین کردند که هموطنان خودشند، ولی از بس که گمانبر شوندگان به تاجیکستان فرار کرده بودند این پرونده در نیمه راه ناتمام ماند و ادامه تفتیش به دوش مقامات حفظ حقوق تاجیکستان افتاد. ماه نوامبر سال 2023 به مقامات دادستانی پنجکند و میلیس ولایت سوخت بالاخره میسر شد که شخصیت گمانبر شوندگان را معاین و آنها را دستگیر کنند. معلوم شد که آنها نیز ساکنان کشتودک بودند. بازداشت آنها در حال صورت گرفت که کشتار بهرام علیقلوف الکی در کشتودک باعث دشمنی عشق ناپذیر بین دو اولاد علیقلوف ها و یوسپوف شده بود. بر اساس خلاصه تفتیشات برادران یوسپوف صاحب نظر و یوسپوف جوانبک سال تولدشان 1991 و 1995 3 سال پیش هنگام در مهاجرت کاری در سرگیف پسد قرار داشتنشان از حیث خصومت شخصی گلوی امدیهشان بهرام علیقلوف را با کارد بریده او را با یک بیرحمی مخصوص از حیات محروم کردند. بعد با چنین شیوه بیرحمانه کشتن بهرام علیقلوف برادران یوسپوف برای پنهان کردن ایز جنایتشان جسد او را در یک بورخلطه انداخته با یک ماشینی که روی برده در منطقه دیگر پرتافتند. تفتیشات به نتیجه رسید که یوسپوف علیقلوف را در پی بحث بر سر ابیکت‌های کاری در بوستانسرای‌های پاروس و لیسنوی کشتند. یوسپوف امدیهای خود را به آن ابدار کردند که ابیکت‌ها را از دست آنها گرفته است. دادگاه صاحب نظر یوسپوف و دادر او جوانبک یوسپوف را متناسباً به 27 و 25 سال زندان نظامش سخت و پسرمه که آنها صدم یوسفزاده را با جرم خبر ندادن به مقامات به 4 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تأمین زندگی خانواده هایشان به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری می روند. هر سال در روسیه تا 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف اساساً بر اثر فلاکت ها در جای کار و جای زیست جان می دهند. همچنین هر سال در روسیه 10 مهاجر تاجیک کشته می شوند، از جمله از دست هموطنان خودشان.